به نظر میرسه که امکانی برای گفتگو در جامعه ما نیست. نمونه آشکار از امتناع گفتگو این که تا دیروز اگر درخواست دخالت خارجی در ایران خط قرمز بود و اجازه گفتگو دربارش داده نمیشد، امروز مخالفت با حمله خارجی خط قرمز شده و امکانی برای گفتگو دربارش وجود نداره. اون هم در مسئله‌ای که مخالفت و موافقت ما احتمالاً کمترین تأثیری در وقوع یا عدم وقوعش نداره. آیا حداقل امروز و در آستانه تحولات بزرگ تاریخی نیاز به گفتگو نداریم؟ در همین زمینه با امید معماریان روزنامه‌نگار به بهانه نوشته اخیرش و نگرانیش از آینده حرف زدم. به خاکستری خوش آمدید. من محمد حیدری هستم، روزنامه‌نگار. آقا خوش اومدین. خیلی لطف کردین. خیلی ممنون از شما. من قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخوام یه یادی بکنم از قربانیان این فاجعه‌ای که تو ایران اتفاق افتاد. یک شعری عزت ابراهیم نژاد داره، هم نسل ماست، که شعر مشهوریه از کشته شدگان تیر ماه سال 78 که میگه ما را به خاطر بیاور، ما را که تازه جوانانی 22 ساله بودیم، شور عشق در سینه داشتیم و پیش از آن که عاشق شویم سینه بر خاک سوده مردیم. ما را به خاطر بیاور، ما را که سینه سرخانی خونیاگر بودیم و 10 به 10 نه در آسمان و نه در کوهسار و نه بر شاخسار، که در بازار پیش از آن که آواز خوان شویم بر شاخه‌ای تکیده از تکیه‌گاه خیش جان واسپردیم. من اون موقع این عزت ابراهیم نژاد که خبرش اومد و بعد این تصاویری که ازش هست در یک مراسم این شعر رو میخونه اونقدر تکان دهنده است. البته شعر ادامه داره، من یه بخشش رو خوندم و این سرنوشت ایران، نسل ما، نسل‌های بعد از ما، ظاهراً همین تلخی و همین فاجعه است. امید خیلی لطف کردی اومدی. یک به اون یادداشتی که توی آتلانتیک نوشتی هم اتفاقا میخواستم اونو بهانه کنیم، به اونم میرسیم. یه بحثی که قبل از اون میخواستم بکنم درباره این امکان گفتگو هست. اون یادداشت تو خب یه کمی متفاوته با اون چیزی که ما امروز میشنویم از دیگران و از همه. در واقع اکثریت یه سبک دیگه، یک خاصه دیگه دارن. به نظر میاد تو یک روش دیگه رفتی. من به نظرم اون چیزی که از هر چیزی مهمتره این امکان گفتگو هست که متاسفانه نیست. یه کسایی، من یادمه که 3 سال پیش 4 سال پیش اگر صحبت از حمله نظامی به ایران میشد خط قرمزی بود و کسی جرئت نمی‌کرد این خط قرمز رو رد کنه، حملاتی میشد بشه اینها. الان ظاهرا برعکس شده، اگر کسی مخالف حمله خارجی به ایران باشه شده خط قرمز و بهش حمله میشه و متهم میشه و اینها. من مهمترین چیزی که به نظرم میرسه اینه که خب ممکنه موضعتون دوباره تغییر کنه، برای همین بد نیست که اجازه بدید گفتگو انجام بشه. هم اون موقع ای کاش اجازه میدادید در این مورد گفتگو بشه، هم الان اجازه بدید گفتگو بشه، چون به نظر میاد از هر چیزی مهمتر برای ما امروز تو ایران این هست که امکان گفتگو داشته باشیم با هم، و خصوصا در مورد چیزهایی که اینقدر تحریک برانگیز، اینقدر مهمه که دو سوی کاملا متفاوتی داره. وگرنه گفتگو در مورد چیزی که همه باش موافقیم خیلی شاید کمکی نکنه. اتفاقا گفتگو باید در زمینه‌ای باشه که اختلاف نظر داریم. و از اونجا میخوام بیام سراغ نوشته تو که خب اون چیزی که من میفهمم اینه که خیلی نگرانی از اتفاقایی که داره میفته. کاملا همینطور هست. ببینید، مسئله گفتگو کردن یک مسئله تزیینی و فانتزی و غیر ضروری نیست که حالا یک موقعی ما اون انتخاب بکنیم انجام بدیم، یک موقع انتخاب کنیم انجام ندیم. یک ضرورت بسیار مهم هست، حیاتی هست، کلیدی هست برای پیشبرد پروژه‌های سیاسی، برای پیشبرد پروژه‌های اجتماعی، از خونه گرفته تا مدرسه تا بزرگترین
پروژه های یک کشور از طریق گفتگو در واقع یک قسمت هایش با گفتگو مرتبط هست. در شرایطی که ما به سر میبریم در ایران، ما با یک بحران بسیار بسیار جدی مواجه هستیم. در طی دهه‌های گذشته ما اساسا با این بحران در چنین ابعادی مواجه نبودیم و بحران ها معمولا یک پنجره های از فرصت برای ما میسازن، ولی فقط اگر نیروهای مختلف بتونن که روی حداقل های مشترک به توافق برسن و از اون پنجره فرصت استفاده بکنن. ما در طی سالهای گذشته دیدیم که پنجره‌های فرصت بسیار زیادی وجود داشته، ولی نیروهای مختلف از سر این که بتونن با هم توافق بکنن بر اساس اصول مشترک، حداقل‌های مشترک، به یک اجماع برسن، به یک برنامه کار برسن و از اون پنجره فرصت استفاده کنن تا به یک به هر حال نتیجه برسن بر علیه اون دشمنی که داشتن، اون نیرویی که به هر حال با خواسته هاشون مقابله می‌کرده عاجز بودن. و الان ما به شدت داریم با این کاستی مواجه میشیم، داریم ازش رنج میبریم که چرا در شرایطی که جمهوری اسلامی برای مثال در ضعیفترین، شکننده ترین، فاقد مشروعیت ترین زمان ممکن خودش در طی 4 دهه گذشته است، هرچند همیشه برای بسیاری میلیون ها نفر با توجه به سرکوبی که انجام داده، با توجه به نحوه ساختار حکومت، با توجه به نحوه انتخابات، حکومت نامشروعی هست، ولی دیگه الان با توجه به کشتاری که انجام شده در طی هفته‌های گذشته اساسا در یک وضعیت بسیار بسیار شکننده‌ای هست. باز همچنان این پنجره فرصت داره در مسیر میری که بسیاری نگران هستن که از این فرصت تاریخی، از این پنجره تاریخی استفاده درست نشه. و ما برمیگردیم بازم به بحث گفتگو و اینکه در میان نیروهای مختلف در خصوص حداقل مشترک ما می‌بینیم که نه تنها گفتگو نیست بلکه شکاف وجود داره و این شکاف رو شما وقتی که رصد می‌کنید می‌بینید که داره بیشتر و بیشتر میشه و حملاتی که به هم میشه بیشتر هست. صرف نظر از اینکه چه کسی درست میگه، گفتگو برای چون حداقل این گروه‌های مختلفی که با هم اختلاف نظر دارن در یک چیزایی با هم مشترک هستن، از جمله اینکه سرنگونی جمهوری اسلامی، یک حکومت دموکراتیک در آینده ایران، یک اقتصاد باز در آینده ایران، منزلت و شأن انسانی برای همه شهروندان. بنابراین چیزای بسیار مشترکی هست، ولی ما می‌بینیم که اتفاق نمیفته و تمام کارشناسان دموکراسی، تمام کسانی که در حوزه دموکراسی مطالعه کردن، تمام کسانی که در این حوزه ضعف‌ها و نقص‌های حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رو بررسی کردن، به این مسئله اشاره کردن که گروه‌هایی با جهانبینی‌های مختلف میتونن که بر سر محدوده‌ای از اصول سیاسی توافق کنن بدون اینکه اساسا بخوان که در باورهای بنیادی همدیگه یک جوری هم نظر باشن. این به نظر من بحث کلیدی هست که ما سر یه مجموعه محدود از اصول سیاسی توافق کنیم، اصول رو هم حفظ بکنیم و این نیازمند تلاش بسیار زیادی هست، فهم جریانات سیاسی هست، فهم جنبش‌های سیاسی هست و اینکه استفاده کردن از همه نیروها و امکاناتی که وجود داره برای اینکه ما بتونیم این اجماع رو به وجود بیاریم، این ائتلاف‌ها رو به وجود بیاریم. و مجموعه این ائتلاف‌ها هستش که به هر حال کمر حکومت رو خم میکنه و حکومت جمهوری اسلامی خیلی به هر حال منفعت برده از اینکه علیرغم همه ضعیف بودنش این اختلافات، شکاف‌ها و این فقدان گفتگوی مؤثر در میان گروه‌های مختلف باعث شده که همچنان به کار خودش ادامه بده. امید، به نظر میاد یه عده هستن که فکر میکنن همیشه پاسخ نهایی رو خودشون دارن، یعنی اساساً اعتقادی تو هیچ دوره‌ای از دوره فکریشون اگر بگم با تسامح هیچ اعتقادی ظاهراً به گفتگو ندارن، چون فکر میکنن که همیشه پاسخ نهایی رو دارن. من میخوام از اینجا برم سراغ بحث روزنامه‌نگاری و بعد بریم سراغ مقاله تو. خب من احساس میکنم سعی کردی تو این سالها یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای باشی، این مهمه و اون نگاهی که خودت به کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری داری، حداقل من که سالهاست میشناسمت و میبینم گفتگوهات و کارات و همین مقاله خودت که حالا میریم سراغش، سعی میکنی که خارج از حب و بغض و اون چیزی که حداقل من اینطور میفهمم، اون چیزی که فکر میکنی درست هست رو بگی. من به نظرم خود این روزنامه‌نگاری یک وجهش هم زبان روزنامه‌نگاری هست، یعنی این که من از چه زبانی استفاده کنم برای اینکه اشاره کنم به مخالفانم، به حکومت، به خامنه‌ای، به چه میدونم نیروهای سیاسی که در صحنه هستن،
خود این هم اهمیت پیدا میکنه برای کار روزنامه‌نگاری. میبینم که همیشه سعی میکنی از زبان پاکیزه استفاده کنی، زبان حرفه‌ای استفاده کنی. روزنامه‌نگاری تو این شرایط سخت چطور هست؟ هرچه ما میرسیم به زمان و دوره‌ای که اتفاقا دوره‌های سخت و مرزی هست، دوره‌های بحران هست، اونجا اتفاقا همه انتظار دارن که به هر حال زبان تغییر کنه و کار تغییر کنه، سبک روزنامه‌نگاری تغییر کنه. اونجاست که شاید پایبند بودن به کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای سخت‌تر میشه. تو این دوره سخت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای رو چطور می‌بینی و چطور میشه همچنان بهش پایبند بود؟ ممنون از محبتی که داری. به هر حال همه ما تلاش میکنیم، در یک طیفی قرار میگیریم، سعی میکنیم که از 0 تا 100 خودمون رو هر چی بیشتر به 100 نزدیکتر بکنیم. یه موقع روی 50 هستیم، یه موقع روی 55 هستیم، 60 هستیم، موقع عقب گرد داریم به دلایل مختلف، ولی این تلاش به نظر مهم هست. من تجربه روزنامه‌نگاری ایران رو داشتم، تجربه روزنامه‌نگاری در آمریکا هم داشتم. از روزنامه‌نگاری در آمریکا بسیار یاد گرفتم و فکر میکنم که درس‌های زیادی رو برای ما داره. همونطور که در تکنولوژی‌های مختلف ما می‌بینیم که مثلا ایالات متحده در جای خیلی متفاوتی قرار گرفته، از AI گرفته تا بحث اینترنت، فناوری‌های ارتباطی و اینها، در حوزه‌های جامعه شناسی، جامعه مدنی، در حوزه روزنامه‌نگاری هم به هر حال تلاش‌هایی که در طی مثلا 100 سال گذشته، 200 سال گذشته انجام شده، دستاوردهای زیادی داشته. یکی از چیزایی که ما می‌بینیم در این روزنامه‌نگاری که در خودش می‌بینیم که تحول ایجاد شده در طی همین دهه‌های گذشته، تحولات بسیار زیادی رو تجربه کرده. در همین آمریکا ما شبکه‌های تلویزیونی بعد مجوز می‌گرفتن. در همین آمریکا در دهه‌های 20 و 30 میلادی، 1920 1930 و قبلش و بعدش، خبرنگار زندان رفته به خاطر نوشتن مطلب. ولی همین جوری به قوانین رسیدن، به قواعدی رسیدن، به اصولی رسیدن، به اخلاقی رسیدن در خصوص اینکه حفاظت کنن از نهاد رسانه و روزنامه‌نگاران رو در یک جایی قرار بدن که به هر حال بتونن که پاسخگو کنن قدرت رو. به نظر من این مسئله مهمی است. بنابراین یک تعریفایی رو برای خودش براش انجام دادن، یه تعریفایی کردن و درست هستش که اینا بازم طیف داره برای خودش، سنت‌های مختلفی وجود داره. در همین آمریکا الان مثلا من یک تعریف مطرح می‌کنم، ولی به اشکال مختلفی ما روزنامه‌نگاری مختلف داریم که افراد به هر حال از روزنامه‌نگاری جریان اصلی گرفته تا روزنامه‌نگاری مدرسه‌ای تا روزنامه‌نگاری حزبی و ترویجی، یعنی افرادی که فقط روی یک موضوع خاصی تمرکز می‌کنن، مثلا موضوع محیط زیست، موضوع زنان، موضوع مهاجرت و اینها، روی ارزش‌های خاصی تاکید میکنن و اون مبنای کارشون هستش و اینها، برای من این دنبالش میکنن. ولی من یک چیزی رو تو ذهنم همیشه توی این سالها به خودش مشغول کرده، یک فکر ذهنمو مشغول کرده و این هستش که اگر قرار باشه که ما در آینده ایران یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، اگر ما قرار باشه در جامعه آینده ایران یک حکومت نهادهای مدنی و مطبوعات دموکراتیک داشته باشیم که مطبوعات نقش واقعی خودشون رو که در نهادش هست بخوام ایفا بکنن و اون پاسخگو نگه داشتن قدرت هست، من اونجا کجا قرار میگیرم؟ من اونجا قرار است که چیکار بکنم؟ من چجوری باید رفتار بکنم و رفتار حرفه‌ای من شامل چه ویژگی‌هایی هست؟ اون چیزی که منو به خودش مشغول میکنه این هستش که سعی میکنم که در واقع این سوالی هست که همیشه بهش فکر میکنم و الان اونجایی که هستم به این فکر میکنم که همونطور که یک پزشک در شرایط بحرانی باید کار پزشکیشو انجام بده و نمیتونه مثلا تو سر خودش بزنه و دچار احساسات بشه و اونجا باید استحکام نشون بده، قدرت نشون بده، چون که بیمار داره به چشمش نگاه میکنه، چون که بیمار داره ازش تاثیر میگیره و وضعیت خودش رو در چشمان او میبینه، در عملکرد او میبینه. همونطور که یک پرستار یک عملکرد متفاوتی داره، کسانی که دارن آتش نشانی هستن، نمیدونم هر کسی که نقش برای خودش داره، به هر حال در زمان بحران اون کار خودش رو انجام میده. به نظر من روزنامه‌نگاری هم در زمان بحران باید اون کار خودش رو انجام بده و نلغزه به خطوط دیگری که اساساً وظایف دیگری دارن، مسئولیت‌های دیگری دارن، جای دیگری دارن در بین جامعه و این لغزش به نظر من میتونه که خیلی تبعات بسیار زیادی داشته باشه برای جامعه روزنامه‌نگاری هر کشوری.
حالا چه ایران هست یا هر کشور دیگه. و من میخوام وقتی مردم ایران به روزنامه‌نگاری خارج از ایران نگاه میکنن، به روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور نگاه کنن، به این مسئله فکر کنن که اگر یک روزی ایران آزاد بشه، که ایشالله آزاد میشه و به زودی هم آزاد میشه، اگر ما یه روزی در جامعه دموکراتیک داشته باشیم و روزنامه‌نگارای ما بتونن که به راحتی بنویسن و سانسور نباشه و بتونن قدرت و پاسخو نگه دارن، این جامعه روزنامه‌نگاری چه شکلی خواهد بود؟ هر چقدر که ما بتونیم که اون تصویر رو در خارج از کشور برای مردممون با وضوح بیشتری نشون بدیم و نشون بدیم که این روزنامه‌نگاری که ما انجام میدیم خیلی فرق داره با اون چیزی که جمهوری اسلامی به ما یاد داده توی ایران خبرنگار یا فیشون تحمیل کرده که انجام بدن. این روزنامه‌نگاری که ما اینجا انجام میدیم خیلی فاصله داره با اون تجربه‌ای که اونها زیست کردن در طی دهه‌های گذشته و یک افق جدیدی رو براشون باز بکنیم، یه امید جدیدی براشون باز بکنیم که این شکلی هست، این قرار جامعه این شکلی باشه، چه در حوزه روزنامه‌نگاری، چه در حوزه تفسیر سیاسی، تحلیل سیاسی، هر حوزه دیگه شده در نظر میگیری. به نظر من این میشه برای من یک مقیاس که چطوری مردم ایران بتونن یک جامعه دیگری رو برای خودشون تصور کنن، چطوری به فکر کنن که مثلا بعد از این جمهوری اسلامی جامعه‌ای که ما به سمتش خواهیم رفت چه شکلی خواهد بود، چه در حوزه روزنامه‌نگاری، چه در حوزه فناوری، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه نظر، تحلیل، تفسیر، چیزهای دیگه. اگر ما نتونیم که با کار خودمون در جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم این کار انجام بدیم، در کار حرفه‌ای خودمون اینجا انجام بدیم، اگر نتونیم دنیایی رو بسازیم، نوید دنیای بهتری رو بدیم که به هر حال متفاوت خواهد بود با بسیاری از اون چیزایی که آموزهایی که در جمهوری اسلامی برای رایج هست، اون موقع به نظر من یک فرصت بسیار تاریخی رو از دست دادیم و این به نظر من خب جای افسوس هست اگر این کار رو نتونیم بکنیم. من می‌بینم که افراد مختلفی در رسانه‌های مختلف کم و بیش تلاش دارن میکنن و سعی میکنن که از به هر حال فضایی که دارن استشمام میکنن، از آزادی که دارن استشمام میکنن، اون رو در کار خودشون بدمن و اون فاصله زیادی رو ما احساس میکنیم با نوع روزنامه‌نگاری که در ایران داریم و فرهنگ روزنامه‌نگاری که هست، که ما در فرهنگ روزنامه‌نگاری ایران که خودم هم شاملش هستم و نمیتونم ازش فاصله بگیرم، افراد کلاهاشون رو دائما عوض میکنن. یعنی یک روزنامه‌نگار در واقع میتونه که رهبر سیاسی هم باشه، رهبر جنبش مدنی هم باشه، کتاب بنویسه، با احزاب سیاسی در تماس باشه، با دستگاه مختلف به هر حال رابطه ناسالمی داشته و از این جهت که به هر حال مرزهای روزنامه‌نگاری خودش رو به هر حال باش فاصله بگیره. در ایران این خب اتفاق میفته و ما هم توی اون فضا زندگی کردیم. اساساً که قاعده اصلی این هست، در حالی که در ایالات متحده خب این فاصله حفظ شده. اتفاقا حفظ شده که سلامت روزنامه‌نگار، اعتماد مردم به روزنامه‌نگار، اینا همه حفظ بشه و به هر حال جامعه بتونه که به روزنامه‌نگار اعتماد بکنه. امید، یه بخشی البته خیلی امیدوار بودی به روزنامه‌نگاری خارج کشور که خب خوش به حالت که انقدر امیدواری. یه بحثی توی نشریه آتلانتیک کردی، میخوام بریم سراغ اون. یه وجه داخل ایران رو بهش نگاه کردی. این که برام جالب بود، اصلا خاطره خودت شروع کردی از زندان و بعد این که برای سوال بود که چرا این برخورد رو میکنن با مخالفانشون و اینکه در واقع نگاه خامنه‌ای به مخالفانش نگاهش به دشمن هست و این دشمن رو به تعبیری که من میفهمم از نوشته تو، این دشمن رو دیگه انسان نمیدونه، انسانیت زدایی کرده و در واقع این راه رو باز میکنه برای اینکه هر جنایتی، هر رفتار غیر انسانی رو با مخالفانش بکنه، اونا رو تعریف میکنه دشمن و خب بنابراین قتل و شکنجه و زندان و این در واقع سرکوب احتمالاً از نظرش مجازه، احتمالاً که نه قطعاً، و به همه هوادارانش هم لابد همین نگاه رو تزریق میکنن و جنایت نمیدونن حتی این کارها رو. این مهم هست به این جهت که ما باید اول بفهمیم که با چه موجودی مواجهیم. من همیشه فکر میکنم یه بخشی از تصویری که شاید مخالفان جمهوری اسلامی، خصوصا به نظر من خارج از کشور، داخل کشور رو من فکر میکنم خیلی واقع بینانه تر نگاه میکنن به حکومت. خارج از کشور خیلی تصویر به نظر میاد کاریکاتورواری از حکومت و از اون چه که در
درون حکومت هست و ایدئولوژی حکومت، تصوری که حکومت داره از این غنیمتی که در دستش هست و اینکه تصور اینکه به این راحتی احتمالاً بعضیا فکر میکنن حاضر دست بکشه از اون جایگاه قدرتی که داره و مثلا شاید با یک تظاهرات خیابانی بزرگ مثلا احتمالاً تسلیم بشه. ولی اون چیزی که در نوشته تو هست و به نظر من اهمیت داره این هست که این تصویر رو سعی میکنه واقع بینانه تر کنه که به این سادگی نیست. تصویری که اونا دارن و تصویری که نیروهایی که وفادارن به حکومت دارن تصویر دیگه ایه. چند تا نکته بسیار مهم روش دست گذاشتی که من از ساده سازی واقعیت شروع میکنم. این به نظرم بسیار خطرناک هست در خصوص یک مسئله بسیار پیچیده. ما بخوایم که ساده سازی بکنیم و راه حلاش رو خیلی بدون دقت تحریر بکنیم و بخوایم که برای اینکه با این حکومت مثلا در این مورد خاص مواجه بشیم نسخه هایی بپیچیم که در عمل نه تنها باعث سرنگونی این حکومت نمیشه بلکه به عمرش اضافه میکنه. ببینید بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی همشون خواستار این هستن که جمهوری اسلامی نه تنها فردا بلکه دیروز رفته باشه. یعنی در این مسئله با هم اجماع دارن و در خصوص اینکه چطوری بره راه مختلفی رو پیشنهاد میکنن. بعضی موقع راههای پیشنهاد میشه که اگر شما بر اساس شناخت نباشه، بر اساس پیچیدگی‌های حکومت نباشه، بر اساس رفتارشناسی اونها نباشه، بر اساس فلسفه فکریشون نباشه، مسیرهایی رو میرین که در عمل به ادامه کار حکومت منجر میشه. من بعضی موقع فکر میکنم که مثلا بعضی از کارا، یعنی من میخواستم الان بعد ایران می بودیم ولی یا میتونستیم به ایران برگردیم و ایران یک کشور آزادی میتونست باشه، ولی بعضی کارا حس میکنم که اینا داره مثلا به عقب میندازه. یعنی وقتی کاری میبینم نمیگم که آدمای بدی هستن، آدمای خوبی هم هستن، نیت خوبی هم دارن، ولی در عمل کاری که دارن میکنن این هستش که نه شرایط کنونی الان مثلا در طی سالهای گذشته، منظورم از 20 سالی که اینجا بودم، ولی کاری که دارن انجام میدن داره در عمل به تعویق میندازه یک چیزی که ما براش قطعیت قائل هستیم و میخوام انجام بشه. بنابراین ساده سازی بسیار مسئله خطرناکی است. ما بر اساس شناخت هست، بر اساس اون چیزایی هستش، اون چیزایی که وجود داره میتونیم که نسخه بپیچیم، راه حل درست بکنیم، نیروهامون رو اجماع بکنیم و هر چقدر ما خشم داشته باشیم، عصبانی داشته باشیم، هر چی بخوایم بگیم، اون خشم، عصبانیت اگر در مسیر اون شناخت قرار نگیره، اگر در مسیر اون پیچیدگی ها قرار نگیره، ما رو به جای غلطی خواهد برد. شما یک بنزین رو در باک ماشین بریزی باعث میشه که مثلا این جرقه‌ای بخوره در موتور و روشن بشه و بتونه شما رو به حرکت جلو ببره. اگر بنزین رو روی ماشین بریزین و بهش جرقه بزنی، خب ماشین رو کاملا میسوزونه. بنابراین خیلی مهم هستش که ما اون انرژی که داریم، اون نیتی که داریم، اون اراده‌ای که داریم در خصوص مبارزه سیاسی یا یه حرکت اجتماعی یا جنبش مدنی، اینها این رو چطوری بر اساس شناخت طرف مقابل جلو بریم. یکی از مسائلی که وجود داره در خصوص جمهوری اسلامی بحث خشونت هست. همونطور که شما اشاره کردید، من در این مقاله سعی کردم به این مسئله توضیح بدم که واقعا حقیقتش محمد جان سالها شما هم خودت ترکش‌های حکومت به شما خورده، شما هم زرج دیده این موضوع هستی و مطمئن هستم که همه ماها که واقعا زندان‌های جمهوری اسلامی رو تجربه کردیم به این مسئله فکر می‌کنیم که وقتی ما در زندان بودیم کارهایی رو با من انجام میدادن، یعنی در مورد شخصم کارهایی رو با من انجام دادن که همیشه برام سوال بود. اون کسی که داره مثلا منو کتک میزنه، اون کسی که داره منو مجبور میکنه که در ظرفی که نیم ساعت پیشش غذا خوردم ادرار کنم، اون کسی که بدترین تحقیقات رو انجام میده، روزها برای من روز و شب برای من باقی نمیذاره با روشن کردن چراغ، و حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم. این آدم چطوری میتونه این کارو بکنه؟ این آدم چطوری میتونه که انقدر خشن باشه، انقدر منو غیر انسانی ببینه؟ حتی اون زمانی که در بازجویی بودم به این مسئله فکر میکردم و سعی میکردم که واقعا این دریچه رو باز بکنم و به این جمع‌بندی رسیدم که این آدم منو دشمن میدونه، اصلا برای من انسانیتی قائل نیست
و هر کاری رو که میکنه براش یک مشروعیت قائل هست، فکر میکنه میتونه هر کاری با هم بکنه. آدمی که ممکن هستش که توی خاربار فروشی با هم خرید کرده باشیم، یا توی شهر با هم راه رفته باشیم، یا بچه‌هاش توی مدرسه رفته باشن که مثلا من رفته بودم، یا یه تیم فوتبال با هم داشته باشیم، تو ممکن است ما با هم یه روز توی استادیوم با هم در جایگاه مختلف نشسته باشیم، تو همون شهر داریم با هم زندگی میکنیم، ولی اون آدم منو دشمن میبینه و برای من، برای زیر پا گذاشتن منزلت انسانی من، شأن انسانی من، هیچ مرزی قائل نیست. ما به یک همچین حکومتی طرف هستیم و من اینو در بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون در طی 20 سال گذشته از خیلی پرسیدم که چطوری این سوال به ذهنشون خطور نکرده و در قالب موارد این خطور میکرد به ذهنشون که اساسا ما رو آدم نمیدیدن، یعنی اصلا برای اون کاری که میکردن هیچ یعنی کاملا توجیه بودن که این کار میتونن انجام بدن. خب این مسئله مهمی است از جهت اینکه خامنه‌ای در طی 4 دهه گذشته، 38 سال گذشته، چرا اینقدر میگه دشمن؟ چرا اینقدر از دشمن صحبت میکنه؟ برای من و شما که صحبت نمیکنه، برای جامعه بین‌المللی که صحبت نمیکنه، برای مخالفاش که صحبت نمیکنه از دشمن. دشمن کلمه‌ای متحد کننده است در میان پایه هواداران خامنه‌ای. دشمن کلمه‌ای هست که متحد میکنه اونها رو، دشمن کلمه‌ای هست که به اونها انرژی میده، دشمن کلمه‌ای هست که در میان طرفداران خامنه‌ای مشروعیت میده به کاراشون برای انجام دادن هر کاری با مخالفان خودشون. و بنابراین شما هر وقت در اون باکس، در اون جعبه دشمن قرار بگیرید، اون برچسب به شما بخوره، برای هواداران اون، نه برای بقیه. اصلا بحث اونا بقیه نیست. و ما الان سالها بعد متوجه میشیم که اساسا تمام تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه، بسیاری از سیاست گذاریاشون برای من و شما نیست، برای مردم عادی نیست، برای طرفداران خودشه که اونها رو متحد نگه دارن، از نظر ایدئولوژیک، از نظر فکری، از نظر مالی، از نظر توجیه خشونت، و اینکه اونها احساس کنن که اگر دشمن در برابر ما قرار گرفت ما میتونیم هر کاری بکنیم. ولی اگه مردم عادی برن تو خیابون، مثلا اون چیزی که میگن، اگه من تو زندان هستم و یک آدم عادی باشم که تو جعبه دشمن جا نمیگیرم، اون برچسب به من نمیخوره، خب اون مأمور باجو با خودش خواهد پرسید که من برای چی این کارو بکنم؟ شک خواهد کرد. بنابراین خب این به طور سیستماتیک روش کار شده. تمام نهادهای نظام از صدا و سیما گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی تا بسیج تا سپاه، اینها روی این دشمن، ما چقدر دشمن شدیم. ما به حرفای خامنه‌ای میخندیم، ما به حرفای خامنه‌ای خندیدیم در طی این سالها، دشمن کردن خاطری خندیدیم، براش جوک ساختیم، ولی یک نیروی متحد کننده پایه هواداری خودش بوده. برای وقتی ما میبینیم که در خیابان میزنن و میکشن و جنایت میکنن، باید به این فکر کنیم که ما چطوری میتونیم شکاف ایجاد کنیم در این بدنه بسیار سبو که سبعیت داره، که وحشی، که میتونه هر کاری رو انجام بده. ما چطوری میتونیم که شکاف ایجاد بکنیم؟ ما چطوری میتونیم که از خامنه‌ای مسئله رو بگیریم؟ چطوری میتونیم که این دستگاه خشونت و وحشیگری رو در واقع کارایش رو کاهش بدیم؟ بنابراین خب این مسئله مهمی است، این سوال است، همونطور که شما گفتی باید دماش گفتگو کرد. برای شکستن چرخهای ماشین سرکوب باید گفتگو کرد. باید افرادی رو که در شکل‌های مختلف تجربه کشورهای دیگر دارن، تجربه ایران رو دارن، تجربه آمریکا رو دارن، آمریکای لاتین دارن، نمیدونم خود نسل گذشته، نسل جوان، کسانی که در این دستگاه سرکوب در زیر چرخ‌دنده‌هاش خرد شدن یا تجربه‌های مهمی دارن، اینا رو جمع کرد، گذاشت صحبت کرد و دید راه حلی که ما با این دستگاه سرکوب مواجه شیم، راه حل کم هزینه‌اش چی هست. چون به هر حال در هر راه، شما در هر مسیری که حرکت میکنید، در هر نسخه که میپیچین، در هر پیشنهادی که برای تغییر میدین، باید هزینه‌هاش هم مورد نظرت باشه. ما نمیتونیم راهی رو پیشنهاد کنیم که هزینه‌اش سرسام آوره، هزینه‌های انسانی سرسام آوره. بنابراین گفتگو برمیگردن به حرف شما که کلیدی هست. الان اون پنجره تاریخی باز هست، فرصت تاریخی باز هست. سر مسائل مختلف باید گفتگو کرد و افراد مختلف رو، به خاطر اینکه دیدگاه‌های مختلف دارن، نگاهش مختلف هست، هشدارهای مختلفی میدن، نگرانی‌های مختلفی دارن، نباید سرکوب کرد و گفتش که تو مثلا پس یا با ما هستی یا با ما نیستی، تو یا اینجوری فکر می‌کنی یا نمی‌کنی. چون اون آدم ممکن است که یکی از خطاهای دید ما رو ببینه، یکی از نقاط کور دید ما رو ببینه، دیدگاه ما رو ببینه و با ما گوشزد بکنه و با ما کمک کنه که با این حکومت جابر مبارزه کرد، مبارزه مؤثر کرد.
بنابراین من باز برمیگردم به اون گفتگو که به نظر من همیشه درماش میشه حرف زد، همیشه درماش خیلی حرف هست و این مسئله شناخت سرکوب، شناخت خشونت، شناخت مکانیزمی که باعث میشه که این هواداران حکومت در کنار هم قرار بگیرن و هر چقدر مسئله دشمن و دشمنی و حضور دشمن و اینا مثلا قوی‌تر میشه، اینا اتفاقا انسجامشون بیشتر میشه و هر وقت اون عوامل مثلا به هر حال کم رنگ‌تر میشن، یعنی به هر حال امید این شکاف هست، اونا باید بشکافیم و ببینیم که بعد چطوری خامنه‌ای رو خامنه‌ای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو از این وسیله در واقع خلع اصلاح کرد و این کاری هستش با گفتگو به نظر من ما به جای بهتری میرسیم. نه که الان من یا شما مثلا فکر نمی‌کنم مثلا ما یک نسخه خیلی طلایی جادویی مثل فیلم‌های دیزنی داشته باشیم، نه، چنین نسخه‌ای وجود نداره، ولی گفتگو ما رو به اونجا خواهد رسوند، ما رو در یک نقطه بهتری خواهد نشوند. امید، اون چیزی که در ایران الان اتفاق افتاد تو این روزهای اخیر، به نظرم اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده و اون جانهای عزیزی که از دست رفتن، حتی یک نفر، به نظرم یه فاجعه بزرگ هست و الان میگن هزاران نفر. و اینکه این آدم‌ها، به نظرم جان آدم‌ها و زندگی آدم‌ها از هر ایده‌ای، از هر آرزویی بالاتره و چطور میشه برای هر آرزویی نگران این جانهای عزیز نبود. برای همین میخوام برگردم دوباره به همین بحث که چقدر اهمیت داره شناختن این حکومت. دیدم یکی از نویسندگان گفته بود که ببخشید که ما نمیدونستیم اینا اینقدر مثلا فلان شدن و الان مثلا متوجه شدیم اینطوره. من عجیبه برام این حرف و این حرف ها. واقعا جمهوری اسلامی سبویتش و جنایتکاریش و جابر بودنش فکر نمی کنم کسی درش تردید کرده باشه و اراده سرکوب داره. حکومتی که رفته و در سوریه چنان فاجعه‌ای درست کرده چون فکر میکرده اونجا حیات خلوتشه، فکر میکرده اونجا چه میدونم حوزه استحفاظیشه. این حکومت آیا به این سادگی حاضره که از حیات خودش عقب نشینی کنه؟ از تصوری که من به نظرم اون چیزی که اتفاق افتاد، این فاجعه تلخی که اتفاق افتاده، حداقل به اونهایی که شناخت دقیق تری از حکومت نداشتن، شناخت کافی از حکومت و از میزان جنایت کار بودنش و از میزان سبویتش نداشتن، شاید در واقع در شناخت رو باز کنه حداقل. و این حکومت فکر نمی‌کنم یادت باشه امید که اینا هیچ وقت هوادارانش خجالت نکشیدن از این که بگن ایران سوریه خواهد شد. منظورشون خودشون بود دیگه. کی میخواد ایران رو سوریه کنه؟ خودشون دیگه. یعنی در سوریه مگر چه کسی سوریه رو سوریه‌ای کرد؟ به قول خودشون بشار اسد بود دیگه و اون جنایت سازمان یافته‌ای که کرد و اون جنایت ها باعث شد که پای بقیه گروه ها، بقیه نیروهای نیابتی، بقیه دنیا باز شد دیگه به سوریه. وگرنه یادت روزای اول که مردم فقط تو خیابون داشتن تظاهرات میکردن دیگه. بعدن یواش یواش گروه های دیگه، هیولاهایی از اقصا نقاط دنیا، هر کدوم رو احتمالاً یک گروه بیگانه‌ای داشت پولشو میداد، از ایران گرفته تا دیگران. بنابراین وقتی میگفتن که ایران رو ما سوریه‌ای میکنیم، خودشون رو میگفتن و بعضی به نظر میاد که باورشون نمیشده. فکر میکنم الان دیگه باورشون میشه. این به این دلیل دارم اینو میگم که میخوام دوباره تاکید کنم که داستان به این سادگی نیست. داستان پیچیده تر از اون هست که مثلا فرض کن، حالا به مسئله حمله خارجی هم خواهیم رسید که خودت هم تو همین یادداشت بهش اشاره کردی. واقعا داستان پیچیده تر از اون هست که با یک مثلا بمباران، فارغ از این که میخوام بگم مثلا این درست هست یا غلط هست، چون دست ما که نیست که، اما این خوشبینی نسبت به حمله خارجی هم میتونه سورپرایزشون کنه کسانی رو که فکر میکنن واقعا با یک
انگار یه دگمه است که میزنی و اینا ناپدید میشن و یک جریان دیگه، حالا هر جریانی میاد. داستان خیلی پیچیده تره و از اینجا میخوام بگم ما هم شناختی که از حکومت ایران باید داشته باشیم به نهایتش رسیده الان با این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، و هم به نظرم شناختی که ما از اپوزیسیون و از بخش مخالفان حکومت، حداقل بخش زیادی از مخالفان حکومت داریم به نهایت خودش رسیده، که نشون میده کمترین حرفی که میشه بهشون زد اینه که هیچ برنامه‌ای ندارن و انگار که منتظر یک معجزه‌ن. و هم شناخت ما از جامعه که چنان خشمگینه، چنان مستعسله، چنان به نهایت ناامیدی رسیده که به نظر میاد به هر چیزی حاضر چنگ بزنه، حتی شاید بخشی از این جامعه به حمله خارجی. و این هست که جامعه ما رو پیچیده کرده و اون پیچیدگی جامعه که شما وقتی هر شهری، هر منطقه‌ای، هر استانی با اون یکی متفاوته، انگار کشورهای متفاوتی هستند، چنان که تو این اعتراضات دیدیم انگار سرزمین‌های متفاوتی هستند. این یه چیز مشترکی هست و اون این که همه میخوان این حکومت و این حکومت مستبد جنایتکار بره. ولی آیا واقعا همه یه چیز مشخصی رو میخوان که جایگزین بشه؟ به نظر میاد اینطور نیست. حداقل ما دیدیم که تو بعضی از مناطق ایران اتفاقات جور دیگه ای بود، تو مناطق دیگه یه جور دیگه بود و با هم تفاوت داشتن. اون چیزی که در آذربایجان یا در کردستان اتفاق افتاد با اون چیزی که در مثلا لرستان یا گیلان اتفاق افتاد یکی نبود. از این پیچیدگی که در ایران هست میخوام برسم به این که واقعا چه انتظاری از خارج از ایران و از نهادهای بین‌المللی میشه داشت. اینو میخوام دو قسمتش کنیم. یه بخشی بحث حقوق بشری بکنیم که به هر حال خواسته خیلی از فعالان حقوق بشر هم از نهادهای بین‌المللی این هست که وارد بشن، دخالت کنن. حالا اون دخالت چه معنی میتونه داشته باشه و چه کار میتونن بکنن؟ واقعا نهادهای حقوق بشری چه کاری ازشون برمیاد؟ تو سالها توی این نهادهای حقوق بشری بزرگ کار کردی و دوست دارم نگاه خودتو بشنوم و بعد بریم سراغ این که واقعا درخواست حمله بشردوستانه آیا راه حلی هست برای ایران یا نه و چه ابعادی میتونه داشته باشه. نکات بسیار مهمی رو مطرح کردی و سوالات بسیار جدی رو گفتی که واقعا هر کدومش نیازمند کلی بحث و گفتگو هستش. ولی من از یه جای شروع بکنم که اشاره کردی به همون بحث شناخت و بحث هزینه و راه حل و اینها. ببینیم من حقیقتش فکر می‌کنم که هر 2 دهه به یک بار ما با یه نسلی مواجه میشیم که این نسل ممکنه که اصلا فراموش کرده باشه که ما با چه چیزی مواجه هستیم. خود من یکی از همون آدما هستم. در زمانی که ما در دهه 70 شمسی، در واقع در زمان بعد از دوم خرداد و اینها در جریان کار مطبوعاتی قرار گرفتیم، من خیلی از چیزایی که در مورد دهه اول دوم انقلاب بود رو زیاد نمیدونستم، مثل وضوحی که الان میدونم، با جزئیاتی که الان میدونم. و افراد یک امیدواری داشتن نسبت به حکومت که مثلا یه تغییراتی رو انجام بده، اصلاحاتی رو انجام بده. و وقتی که در روزنامه که من کار میکردم و افراد تک تک دستگیر میشدن و زندان میرفتن، من انقدر خودم رو دور میدیدم از این مسئله که فکر میکردم که من آخر صف خواهم بود و هیچ وقت اتفاق برای من نخواهد افتاد و خودم دستگیر شدم. بعد از من افراد دیگه دستگیر شدن، افراد دیگه جوناشون از دست دادن توی زندان در تظاهرات‌های مختلف. و الان بازم دوباره میرسیم به یک توی شرایطی هستیم که یه دونه فلش بک بزنیم، بیام توی 1404 ما با یک نسلی بازم مواجه هستیم، یا یه افرادی مواجه هستیم، گروهایی مواجه هستیم، افرادی در داخل خارج مواجه هستیم که فراموش میکنن که به هر حال ما با ماهیت این دشمن چی هست، ابزارش برای پیشبرد خودش چی هست، برای پیشبرد سیاست‌هاش چه جوری حکمرانی کرده تو این سالها. ما قتل‌های زنجیری رو داشتیم در ایران، ما در کشتار 67 رو داشتیم، ما کشتارهای اول انقلاب رو داشتیم،
ما تظاهرات آبان 98 داشتیم. این حکومت و بین اینها روزی نبودی که افراد دستگیر نشن، روزی نبودی که افراد اعدام نشن. بنابراین این حکومت یک حکومت منحصر به فردی است از بسیاری از جهات و ساختار خشونت، ساختار رابطش با مردم بسیار متفاوت هست و ساختار مبارزه باش در نهایت یه ساختار متفاوتی هست. بنابراین خب شناخت مهم هست از جهت اینکه اگر که من رفتم زندان، اگر که من هزینه دادم یا شما دادی یا افرادی دادن یا افراد دیگه جونشون از دست دادن، اگه خانواده‌های زیادی امروز سوگوار هستن، ما چیکار میتونیم بکنیم که در مسیر رفتن به اینکه حکومت جمهوری اسلامی از بین بره، سرنگون بشه، یک حکومت دموکراتیک جایگزینش بشه، جانهای کمتری گرفته بشه؟ ما چیکار میتونیم بکنیم که نیکا شاکرمی کمتری ما داشته باشیم در جریان این اعتراضات؟ و بسیاری افرادی که در طی روزهای گذشته بیشتر از 30,000 نفری که گفته میشه کشته شدن، چطوری ما میتونیم که به هر حال این حرکت رو جلو ببریم و هزینه‌هاش رو کمتر بکنیم؟ خب این نیازمند گفتگو هست، نیازمند راه حل‌های مسئولانه هست. شما نمیتونی که یک نسخه بپیچی و افراد رو به یک کاری دعوت بکنی و بگی که من در قبال تبعاتش مسئولیت ندارم. در هر کار رهبری ما با مسئولیت پذیری مواجه هستیم. هیچ جای دنیا اینجوری نیستش که مثلا شما چه شرکت راهبری می‌کنید، چه جنبش اجتماعی، چه جنبش مدنی رو در تصمیم بگیرید، تصمیمات میتونه که در واقع در برابر با هزینه‌های بسیار زیادی مواجه بشه. هر کسی که هست، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، اینا مسئولیت پذیری می‌کنن. ما چطوری میتونیم که در واقع با شناخت بهتر، از طریق گفتگو، از طریق همه دانشی که وجود داره و میتونه کمک کنه برای این هدف عمومی، این کارو جلو ببریم؟ من اگه این اتفاق نیفته، خب به هر حال میگم این پنجره فرصت برای همیشه باز نمیمونه. ما یک پنجره فرصت داریم. یک بحران بزرگ در ایران هست، کشتار بزرگی اتفاق افتاده و دولت، حکومت ایران در شکننده ترین قسمت خودش قرار داره، در شکننده ترین جایگاه خودش در طی 4 دهه قرار داده. حالا چه چیزی میتونه راه حل باشه برای اینکه حکومت رو سرنگون بکنه، حکومت رو در واقع ما رو به یک گذار تدریجی به دموکراسی نزدیکتر بکنه؟ اینجا بازم همون بعد جایی هستش که گفتگو نیازمند هست. نمیشه با یک طرز تفکر، نمیشه با یک طرز فکر، نمیشه با دعواهای خیابانی، نمیشه با فحش و حذف دیگران مسیر رو باز کرد برای یک آینده نوید بخش و امید بخش برای مردم ایران. مردم ایران که در داخل کشور وقتی شبکه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کنن، وقتی که فضای مجازی رو می‌بینن، با چه مدینه فاضله‌ای مواجه هستن؟ ما ایرانیان خارج از کشور براشون چه ایرانی رو نوید می‌بینیم؟ این ایران چه ویژگی‌هایی داره، چه از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر ویژگی‌های دیگه؟ این به نظر من وقتی من به این مسئله نگاه می‌کنم، خجالت هموطنان خودم می‌کشم، چون من در خارج از ایران بعد بهش یک ایرانی رو نوید بدم که درش گفتگو هست، درش تحمل هست، درش مدارا هست، تسامح هست، درش احترام متقابل هست به دیدگاه‌های مختلف. اولین چیز وقتی که وقتی به شبکه‌های اجتماعی میرن کمتر همدیگه رو فحش میدن یا این چیزا، خب به هر حال این مسیر رو سخت‌تر می‌کنه. برای این به نظر من در این نقطه تاریخی که ما هستیم، در این پنجره، با این پنجره فرصتی که باز شده، باید دید که چه نیروهایی میتونن که در واقع این پرچم رو به جلو ببرن، 1 متر جلوتر ببرن، 2 متر جلوتر ببرن و در نهایت به سرمنزل مقصود برسونن. خب یک سری از افراد در این شرایط کنونی میگن که حمله خارجی ممکن استش که این کارو بکنه و مثال میزنن، مثال یوگسلاوی رو میزنن، مثال کوزوو رو میزنن، مثال دیگر در کشورهای دیگه میزنن که مثلا این اتفاق افتاده در دهه‌های گذشته و تجربه موفقیت آمیزی هم بوده. در تمام این موارد بحث‌های زیادی وجود داره از نظر حقوقی، از نظر تلفات انسانی، از نظر خساراتی که وارد شده و مسائل دیگه. خب ما باید در خصوص تمام این موضوعات صحبت بکنیم و اونو در شرایط ایران ببینیم و اونو با شرایط ایران تطبیق بدیم. نمیتونیم ما اساسا، این غیر مسئولانه است یکی بیاد بگه که ببینید این اقدام مسئولانه اقدام بسیار خوبی هست، ببینید ما در یوگسلاوی این کارو کردیم، این همانی بکنه، پس در ایران هم جواب میده. ما در کوزوو این کارو کردیم، پس جواب میده و این ما کار قبلا هم جای دیگه هم کردیم و جواب داده. این غیر مسئولانه است اینجوری صحبت کردن برای ایران. چقدر از ایران میدونی؟ چقدر ایران رو میشناسی؟ چقدر حکومت رو میشناسی؟ چقدر اونجا زندگی کردی؟ در موردش مطالعه داری و چطوری میتونی که اینا رو با هم همخوان بکنی؟ من نمیگم نمیشه، من میگم که آیا این کارا انجام شده؟ این لوازمش بوده؟ آیا این لوازم رو رعایت کردی که این گزینه رو میدی؟ من میخوام بدونم. حالا در مسیر این دونسته من باید طرح سوال بکنم، من باید نگرانیمو بگم، من باید بگم که هشدار بدم که من دوست دارم که در مورد این 5 تا سوال جواب به من بدی.
شما که نسخه میپیچی که میگی مثلا این مسیر خوبی هست، خیلی هم خوب، به این نگرانی ها پاسخ بده. ولی وقتی فضا اینطوری باشه که گزینه همین هست و الا گزینه همین هست و غیر از این نیست، اون موقع افراد بسیار نگران میشن، چون این سالها سالهای کلیدی هست. همونطور که گفتم هر مسیری که افراد برن برای اینکه با حکومت جمهوری اسلامی مبارزه بکنن و از مسیر شناخت غلط برن، نسخه های عوضی بپیچن، نسخه های غیر عقلانی بپیچن، نسخه های غیر عملی بپیچن، این هزینه انسانیش بسیار بالاست و ما را از رسیدن به یک جامعه دموکراتیک در آینده ایران دورتر میکنه. من نمیخوام دورتر بشه، من میخوام نزدیکتر بشه. با من یک ایرانی میخوام زودتر این اتفاق بیفته و برای این فکر میکنم باز گفتگو لازمه، این شنیدن نگرانی ها لازم هست، شنیدن هشدارها لازم است در مورد هر موضوعی. ما در خارج از ایران هستیم، در یک جوامع دموکراتیک زندگی میکنیم، هیچ منعی برای گفتگو کردن نداریم، هیچ سانسوری در خصوص این مسئله نداریم، هیچ بهانه‌ای نداریم که با هم گفتگو نکنیم، هیچ بهانه‌ای نداریم که به هم احترام نذاریم، هیچ بهانه‌ای نداریم که فحش بدیم به هم. بدترین چیزی هستش که ما میتونیم به مردم ایران نشون بدیم از جامعه آینده‌ای که قرار هستش که در اون مملکت باشه. برای همین هست که کسری از جامعه ایران اصلا باور نداره که مثلا جامعه ایرانی خارج از کشور بتونه نمایندگیش بکنه، چون با زبون اونا حرف نمیزنه، چون با فرهنگ اونا متناسب نیست، چون نمیخوان آینده ایران رو اونجوری ببینن، نمیخوان اینجوری ببینن. اونا از جمهوری اسلامی به تنگ اومدن، سختشونه که دیگه بخوام با اون حکومت بمونن، نمیخوام برگردن دیگه به اون حکومت، با اون حکومت زندگی کنن. بعد در چنین شرایطی بعد ما تصویر که بهشون میدیم تصویر فحش و گفتگو نکردن و حذف همدیگه باشه، خب اینا به هر حال صدمه خواهد زد به کلیت ماجرا. برای من نظر من در مورد همین ماجرای حمله نظامی که خوب هست بد هست، باید گفتگوهای صادقانه تر و عمیق تری انجام شه. بعد افراد وقتی که نسخه میدن حواسشون باشه که این نسخه ها میتونه هزینه داشته باشه، هزینه‌اش میتونه سرسام‌آور باشه، مسیرهای مختلفی رو بره که کاملا خارج از کنترل گروه‌های مختلف سیاسی است. تصور این که یک حکومت بره بعدش هر چی بیاد مهم نیست، تصور بسیار خطرناکی است. یک نیروی سیاسی باید تا اونجا که ممکن هست شرایط رو در کنترل خودش بگیره، ابزار رو در کنترل خودش بگیره، نیروهایی که میتونن در تحول ایجاد نقش بکنن، ایفای نقش بکنن، اونها رو در کنترل خودش بگیره و اونها رو به متحدای خودش بدل بکنه. حالا چه اینا نیروهای خارجی هستن، کشورهای خارجی هستن، چه رسانه‌های بین‌المللی هستن، چه جامعه مدنی بین‌المللی هست، چه ایرانیان خارج کشور هستن، چه ایرانیان متمول هستن که بتونن که منابع مالی ایجاد بکنن، هر کسی. شما باید که شرایط رو کنترل بکنید. شما نمیتونید یک تحول تاریخی رو بخوای راهبری بکنی، یک تحول اجتماعی رو بخوای جلو ببری، یک تغییر سیاسی شگرف رو بخوای رقم بزنی بدون اینکه هیچ کدوم از اجزای این تحول در کنترلت باشه. شگفت آوره. شما در فیلم های دیزنی هم از سیندرلا تا بقیه فیلم ها یک اسکریپت، یک متن بهتری میبینی برای این کار، یک برنامه بهتری می‌بینید تا این نسخه‌ای که ما الان داریم باش مواجه هستیم توی شرایط کنونی. از همه گروه‌ها هیچ گروهی به نظر من نمایندگی کامل جامعه ایران نداره و من تا وقتی که حتی اگه یک گروه در واقع اساساً درست هم بگه، آقای حیدری اساساً شما تصور کنید یک گروهی، حالا هر گروهی که هست، این درست بگه و نسخه درستی باشه، برای که اون نسخه رو بتونه در جامعه ایران پیاده بکنه و کارش جلو ببره، به نیازمند همزیستی مسالمت آمیز و با احترام و با گفتگو با گروه‌های دیگه است. چون ممکنه گروه‌های دیگه مثل اون فکر نکنن، به اونجا نرسیده باشن، هنوز به اون سطح از دریافت نرسیده باشن. شما حتی چه موقعی که داری درست میگی، چه موقعی داری غلط میگی، نیازمند گفتگو هستی، نیازمند این احترام هستی، تسامح، مدارا هستی. و اینکه در خصوص برش گردوندن به مسئله حمله که شما اشاره کردین، ما با این مسئله مواجه هستیم و خیلی هم عجیب هست و جالب در نوع خودش که آزمون همه کسانی که مخالف هستن با این مسئله یا موافق هستن، آزمون بسیار کوتاه مدتی خواهد بود. ما در طی 1-2 ماه آینده دیگه حد اکثر یه سری پرده ها فرو خواهد ریخت. بسیاری از حرفایی که زده شده در محک آزمون قرار خواهد گرفت و بحث که من شما امروز داریم می‌کنیم نه این هستش که این کار خوب هست یا نیست. بحث من شما در مورد روش شناسی موضوع هست، در مورد چطور به کار بستن این موضوع هست، در مورد اینکه چطوری تضمین کنیم موفقیت این انتخاب ها را هستش.
و نباید اشتباه گرفته بشه با موافقت کردن باشه مخالفت کردن. به نظر ما اساسا فاصله داریم از این مسئله. من و شما داریم با عنوان یک شهروند صحبت می‌کنیم. درسته. به عنوان شهروند کوتاه بگم اینکه فقط میتونیم این نگرانی رو منتقل بکنیم، ولی اونایی که رهبر سیاسی هستن، رهبر مدنی هستن، اونا هستن که باید اینا رو بشنون، یادداشت بردارن و در محاسباتشون در حال لحاظ بکنن. درسته. امید اتفاقا میخواستم بگم که دعوت کردن همین که میگی یا مخالفت کردن با حمله خارجی، من همیشه به این اعتقاد دارم که اساساً چه تأثیری میتونه داشته باشه. یعنی ما مخالفتمون یا موافقتمون برای یک اتفاق به این بزرگی، یک کشوری بخواد به یک کشور دیگه حمله نظامی بکنه، اصلا ما اونجا هیچ تأثیری نمیتونیم بذاریم. ما بازیگر اون میدان نیستیم. موضع اخلاقی رو من میفهمم، هر کسی میتونه در هر شرایطی موضع اخلاقی خودش رو داشته باشه، اما نباید انتظار داشته باشه که این موضع تأثیری بخواد بذاره روی نحوه تصمیم گیری مثلا آمریکا، ترامپ. اونها عوامل دیگه رو در نظر خواهند گرفت و اقدام خواهند کرد. بنابراین چه من محکومش کنم چه تاییدش کنم، نفرین ها و آفرین ها بی ثمره، اینجا تأثیری نمیذاره. برگردم به همون بحثی که کردیم، قرار بود یه اشاره‌ای هم بکنی به این، فکر می‌کنم یادت رفت، که این در واقع ناراحتی که شاید یا خشمی که جامعه ایران داره و باعث شده که حتی یه بخشی از اون جامعه به وضوح امید بسته به حمله خارجی، این هست که بقیه سازوکارهای بین‌المللی به نظر میاد که هیچ تأثیری یا هیچ کمکی نتونسته بکنه. از جمله مسئله حقوق بشر که میخواستم به خاطر تجربه‌ای که داشتی، واقعا نهادهای حقوق بشری یا به جز جنگ میخوام ببینم که چه امکانات بین‌المللی دیگه‌ای میشه تصور کرد به جز جنگ که خب اساسا در دسترس ما نیست، اما شاید مثلا به جز این که نهادهای حقوق بشری بیانیه بدن و محکوم کنن، آیا واقعا هیچ راه حل دیگه‌ای که به صورت عملی باشه و بتونه مثلا تأثیر حداقل جدی دیپلماتیک بذاره، هیچ راه حل دیگه‌ای به جز دخالت خارجی نیست؟ نکته بسیار سوال بسیار مهمی هست. در حوزه حقوق بشر خب ما یک مکانیزم مختلفی رو داریم. مثلا سازمان ملل خودش مکانیزم مختلفی داره. از شورای حقوق بشر هست، قطعنامه صادر میکنن، تحریم میذارن، مسیر رو باز میکنن برای مکانیزم های پاسخگویی مثل پرونده سازی، مستندسازی و ارجاع پرونده های نقض حقوق بشر به دیوان های عالی مثل دادگاه بین‌المللی جنایی و یا شورای امنیت سازمان ملل. برای مسیرهای مختلفی هست که اونجا میتونه که فشار سیاسی زیادی رو ایجاد بکنه، تبعات بسیار جدی داشته باشه برای مقامات جمهوری اسلامی، برای کسانی که در خشونت و نقض حقوق بشر دست داشتن. این یک عنوان، یک مسئله هست. کشورهای مختلف اروپایی به هر حال موضوع فراخواندن سفیرها یک مسئله بسیار جدی هست، یک پیام سیاسی جدی داره برای حکومت، تبعات اقتصادی داره برای حکومتی که اقتصادش بسیار لرزان هست و میتونه که به هر حال اونها رو توی شرایط متفاوتی قرار بده در خصوص استفاده از دستگاه سرکوبشون. و نکته دیگه مثلا قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی هست. الان شما ببینید حتی در اروپا کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و چند کشور دیگه مخالفت دارن میکنن با این مسئله، چون که به هر حال تا الان سابقه نداشته در اروپا یک بخشی از یک حکومت رو بخوان به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد بکنن. سازمان تروریستی اعلام کردن قبلا برخی از در سراسر جهان، ولی سپاه پاسداران ماهیتش فرق میکنه، یه بخشی از حکومت هست و این کارو میترسن انجام بدن به خاطر اینکه نگران هزینه هاش هستن، تبعاتش هستن. یعنی اگر که اونها فکر میکردن که حکومت در حال فروپاشی هست و ناگزیر هست، یعنی مسئله شمارش معکوس چند هفته‌ای هست، به نظر من این کارو میکردن، چون که به هر حال باید با حکومت آینده ایران یک رابطه بهتری داشته باشن و ترجمه که در این شرایط کنونی که دیگه کاملا غیر قابل بازگشت هست شرایط، بیان اقدام انجام بدن که یه خورده بیشتر هول داده باشن، یه خورده فشار بیشتری ایجاد کرده باشن. ولی الان اونها کار نکردن. اینها اقداماتی هست که میتونه که فشار وحشت، مثلا گذاشتن سپاه پاسداران تو لیست سازمان تروریستی قطعا برای حکومت
فشار بسیار بسیاری رو ایجاد می‌کنه با توجه به اینکه اقتصاد ایران قسمت عمده‌اش الان زیر نظر سپاه پاسداران هست و اونا عاملیت دارن روی این اقتصاد. بنابراین خب اینا گزینه‌هایی هستش که شاید تا مثلا چند ماه پیش بسیار گزینه‌های رادیکالی به حساب می‌اومد، ولی الان ما بعد از سرکوبی که ایجاد شده در یک شرایطی هستیم که حتی گذاشتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی هم کافی به نظر نمیرسه. یعنی اگر الان کشورهای اروپایی بیان بگن که مثلا ما سپاه در لیست سازمان تروریستی گذاشتیم، مردم شاید براشون دشوار باشه که فکر کنن که مثلا چطوری این در زندگی روزمرهشون با حکومت تاثیر میذاره. چقدر بعد طول بکشه که سپاه متاثر بشه از این مسئله، چقدر بعد طول بکشه که نیروهاشون مثلا جوری دیگه رفتار بکنن یا به هر حال توی شهر دیگه قرار بگیرن. بنابراین خب البته گزینه هم هستش که در نهایت ممکن است که منجر به جنگ بشه، یعنی در واقع اروپایی هم وارد جنگ بکنه با ایران، به خاطر اینکه هر کسی که عضو سپاه هست، هر کسی که در هر شکلی با سپاه پاسداران در ارتباط هست، اگر که در لیست سازمان تروریستی قرار بگیره سپاه پاسداران، در واقع هر جا ببیننش میتونن بگیرنش، به عنوان یک عضو سازمان تروریستی باش برخورد بکنن. بنابراین خب خیلی مسئله پیچیده‌ای است، ولی خب شما درست میگید این به هر حال الان ما با یک شوک تاریخی مواجه هستیم، یک فاجعه بسیار بزرگ اتفاق افتاده که هنوز ما از بسیاری از ابعادش خبر نداریم. ما واقعا خبر نداریم که خیلی از این اتفاقات چجوری افتاده و مردم دارن چه درد و رنجی رو میکشن. ما خبر نداریم از نام همه کشته شدگان، ما حتی الان نام همه کشته شدگان رو نداریم. ما از کسانی که در خونه هاشون هستن، مجروح هستن و نمیرن بیمارستان و ممکن است جونشون از دست بدن خبر نداریم، ولی اینا وجود دارن. ما از کسانی که بهشون دارو تزریق میشه، کسانی که به هر حال با خطر مرگ مواجه هستن و در زندان ها و حکومت از هیچ کاری عبا نداره، ما نمیدونیم حقیقتش. ما در طی ماهای آینده با این مسئله مواجه خواهیم شد که مثلا به هر حال ابعادی فاجعه چی بوده. در چنین شرایطی اگر شما از من بپرسید، من میگم که در هر زمانی باز هر کسی داره هر کاری میکنه اون کارو انجام بده برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اگر شما در شرایطی هستین که میخواین داری کار حقوق بشر میکنین، مستندسازی جنایت جمهوری اسلامی انجام بدیم، کارو انجام بدیم، به خوبی هم انجام بدیم، چون ما نیاز داریم در آینده برای مکانیزم‌های پاسخگویی، برای حتی اگر فردا سرنگون بشه حکومت، ما برای پاسخگو نگه داشتن همه این افراد نیازمند مدارک، اسناد، شواهد دادگاه پسند هستیم. اگر ما داریم به سمت درستی حرکت میکنیم، اگر ما به یک عدالت انتقالی انسانی و مدرن و متناسب با شأن منزلت انسانی خودمون باور داریم، باید که این کار رو انجام بدیم. بنابراین این تأثیری روی کار حقوق بشری نمیذاره که سازمان حقوق بشری، فعالان حقوق بشر به نظر من باید توی همون کاری که میکنن اتفاقا ثابت قدم‌تر، با فعالیتی بیشتر و در حال با جدی بشه کارشون رو انجام بدن. ولی آیا اینکه این کار حقوق بشری منجر به تغییر نظام جمهوری اسلامی میشه؟ قطعا نمیشه. یکی از محورها هست. همونطور که گفتم، ما برای سرنگونی با یک نظام پیچیده باید بلوک‌های مختلف قدرت، بلوک‌های مختلف فکری، بلوک‌های مختلف اندیشه از سیاسی از حوزه‌های مختلف با همدیگه در یک مسیر قرار بگیرن، با هم ائتلاف کنن. این ائتلاف‌ها بر اساس مسائل حداقلی و امکانات و منابعی که دارن باعث بشه که به هر حال فشار حداکثری رو به حکومت وارد بکنن. این فشار حداکثری الان به حکومت ایران وارد نمیشه به خاطر افتراقاتی که وجود داره، شکاف‌هایی که وجود داره، به خاطر تخاصمی که وجود داره، حملاتی که به هم میشه و انرژی که افراد بزنن به هم دیگه، گروه‌ها بزنن رو هم دیگه، این نیروها بزنن رو هم دیگه، روی هم دیگه بزنن، به جای روی حکومت بزنن فشار ایجاد بکنن، روی خودشون میذارن. بنابراین قطعا کار حقوق بشری موثر هست، برای عدالت انتقالی موثر هست، برای همین الان برای که فشار سیاسی روی اتحادیه اروپا رو کشورهای دیگه فراهم کنه مهم هست و در نهایت کار روزنامه‌نگاران مهم هست که الان کاری که روزنامه‌نگاری میکنن به زمان بی‌نهایت مهم است، با توجه به اینکه در داخل کشور افراد تصویری از واقعیت ندارن. مسئولیت روزنامه‌نگار در خارج از کشور بسیار بسیار مهم هست که بتونن که حقایق رو اونچنان که اتفاق افتاده منتقل بکنن و به مردم بگن داره چه اتفاقی میفته، مردم آگاه باشن در این خصوص. بنابراین اینا همه بلوک‌های مختلفی هستش که در واقع باید در کنار هم قرار بگیرن، تمام انرژیشون کنار هم بذارن، امکانات، منابعشون، تا اینکه حکومت بتونه که در واقع فشار حداکثری تجربه کنه. فشار حداکثری که فقط از طریق اقتصادی باشه، فقط بخواد دولت ترامپ تحمیل بکنه، ولی مردم شاملش نباشن و مردم و نیروهای مخالف خودشون از همه نیروهاشون این فشار حداکثری ایجاد نکنن، خب تا الان دیدیم که زیاد تاثیر نداشت.
امید اشاره کردی به ترامپ. میخوام آخرای بحثمون هم هست بریم سراغ این بحث که یک انتظاری که به هر حال الان هست و همه منتظرن که به هر حال دولت آمریکا چه خواهد کرد، آیا حمله میکنه، آیا نمیکنه. و دیدی دیگه هر بارم ترامپ یه چیزی میگه، یه ده خوشحال میشن یه ده ناراحت میشن. به هر حال ما تو خودت آمریکا زندگی میکنیم، ما ترامپ در آمریکا مشخصه چه شخصیتی داره، چه آدمی هست، کی هست، از کجا اومده. و کمی برای من عجیب هست اونهایی که او رو ستایش میکنن، علاقمند به شخصیتش حتی شدن. یکی از این علاقمندان رو دیدم که داشت میگفت این مرد بزرگ فلان کرد بهمان کرد. به هر حال این علاقه‌ای که به ایشون هست و این ظاهرا این رو نادیده میگیره که آقای ترامپ در جاهای دیگه چجوری رفتار کرده، چون درباره ایران هم همون آدم هست. قرار نیست اونجا وقتی وارد عمل میشه یه آدم دیگه بشه. آقای ترامپ همون کاری رو که در سوریه کرده، در افغانستان شروعش کرده، حداقل شروعش با دولت اول آقای ترامپ بود آنچه در افغانستان اتفاق افتاد. و همون کاری که الان مثلا همین چند روز اخیر با کردهایی که تو سوریه درگیر هستن، با این گروه های که دولت مرکزی داره حمایت میکنه، با اونها کرده، متحد سابقشون هست، همون آدم هست دیگه. خیلی تغییر، انتظار این که تغییر کنه نباید داشت. بنابراین من اصلا این نوع از امید بستن به یک آدم رو نمیفهمم. اما این رو میفهمم که دی بگم بسیار خوب، ما در شرایطی قرار بگیریم که منافع ما با منافع این آدم انطباق پیدا کنه و کاری که اون میکنه به نفع ما هم بشه. این کاملا قابل درکه که یه عده اینجوری فکر کنن. فارغ از این که اصلا این درست هست یا غلط هست، من الان فعلا درباره درستی و غلطی صحبت نمی‌کنم. اساسا ما امروز فکر می‌کنم درباره درستی و غلطی این تصمیم ها سعی کردیم صحبت نکنیم. میخوایم بفهمیم که چه در پیشه، چون به هر حال به همون اندازه که جمهوری اسلامی پیچیده است، به همون اندازه ساقط کردنش پیچیده میشه. و این تصور این که به این سادگی با یک حمله نظامی، حتی من دیدم بعضیا فرمول میدادن که مثلا حمله کنه و خامنه ای رو بکشه مثلا، و فکر میکنن که این به همین سادگی مثلا کار تمام هست. و این تصویر ساده‌ای که ساخته میشه یه وجهش آمریکاست. میخوام برگردم به مسئله آمریکا و این تواناییش و اینکه ظاهرا قدرت مطلق هست. جوری حرف میزنن انگار فعال مایشا از هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو تصورت چیه؟ تو به عنوان کسی که سالهاست تو آمریکا زندگی میکنی و این گروه ها، این نیروها رو از نزدیک دنبال کردی و این کشمکش ها همین الان میدونی داخل آمریکا چه داستانی هست. این همین روزها، تو همین یک هفته اخیر، یکی دو نفری که آیس کشته و باعث چه کشمکشی شده. و یا مثلا فایل هایی که مربوط به اپستین بود، اون پرونده ها که اول کنگره دنبال این بود که منتشر بشه، هنوز منتشر نشده یا ناقص منتشر شده. به هر حال این دعواهایی که داخل آمریکا هست براشون قطعا مهمتر از اون چیزی که در ایران داره میگذره. اصلا شاید ایران اولویت دهم دولت آمریکا که گرفتار همچین بحران‌هایی هست نباشه. بنابراین حتی اگر وارد یه همچین کشمکشی بشه هم بدون نگاه به مسائل داخلی خودش نخواهد بود. چه انتظاری ما باید داشته باشیم؟ چه ابعادی احتمالاً خواهد داشت اگر چنین حمله‌ای بشه؟ آیا ترامپ با اون پایگاه رأی
ماگا که اساساً با وعده عدم دخالت در سراسر جهان اومد، به بقیه انتقاد میکرد که چون شما دخالت کردید ما اینجوری شدیم، آمریکا باید فرست باشه، اول باشه، همه اولویت. با اون پایگاه اجتماعی که الان دیدی حتما تو همین روزهای اخیر یه بخشی از جریان راست، حالا اسمشو بذاریم افراطی یا هرچی، مثل خانم کندس اوون، مثل تاکر کارسون، مثل اون نیک فوئنتس، اینا که اصلا میگن اینا توطئه است و ما نباید دخالت کنیم و اینها. این جریان آیا واقعا با این شرایطی که توی آمریکا هست امکان یه مداخله بزرگ چنان که بتونه حکومت ایران رو سرنگون بکنه اصلا هست؟ این یه سواله. و بعد اصلا فرض کنیم بر فرض محالی همچین مداخله بزرگی بشه، آیا به این سادگی، آیا بدون یک هزینه انسانی شگرف امکانش هست که حکومت ایران بره کنار؟ باز من تاکید میکنم اصلا الان بحث من توصیه نیست، ما میخوایم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. اصلا خارج از توان ماست که به کسی توصیه کنیم حمله کن یا حمله نکن، بیا مثلا این تصمیم بگیر یا اون تصمیم بگیر. این یه بحث دیگه است که خارج از توان ماست. میخوایم بفهمیم که چه در پیشه. این دولت آمریکاست، این شرایط آمریکاست، اون پایگاه اجتماعی دولت آمریکاست، اون شخصیت آقای ترامپ و این چیزیه که در پیشه. همه سوالات خیلی مهم و سوالات خوبی هست. نکته که وجود داره این هستش که ما در خصوص این که در چه مختصات و جغرافیایی داریم در واقع حرکت میکنیم میتونیم صحبت بکنیم. مردم تصویر بهتری داشته باشن، مردم میتونن تصمیم رو بگیرن که چه چیزی خوبتر هست براشون، چه چیزی بدتر هست. ولی واقعا در خیلی از موارد لازم نیست که برای مردم نسخه پیچید. اونا دریافت خودشون رو خواهند کرد اگر که ما بتونیم با صادقانه در واقع در خصوص شرایطی که درش قدم میزنن و درش حضور دارن، قرار دارن، صحبت بکنیم. شما به مسئله خوبی اشاره کردید در خصوصی که اگر یک حمله انجام بخواد بشه، عوامل مؤثر درش چی‌ها هستن؟ مردم ایران هستن، مردم آمریکا هستن، شرایط خود آمریکا هستش. مسئله اصلی این هستش که ببینید ایالات متحده مخصوصا در یک سال گذشته، حتی در دولت بایدن هم همینطور، یا دولت اوباما هم همینطور، یا دولت بوش هم همینطور، اینکه الان یک کاری بخوان انجام بدن که برای مردم یک کشوری بهتر بشه، اساساً یک تصور باطلی هست. به هیچ عنوان یک گلوله شلیک نخواهد شد برای اینکه یک قسمتی از مردم یک کشوری از این چیزی خوششون میاد. یعنی سیاست آمریکا هستش. ولی در برهه‌های مختلف اتفاقاتی افتاده که اون منافعی که ایالات متحده دنبال میکنه، اون درخواستایی که داره، اون چیزایی که دنبالش هست، منطبق شده بر اون تحولات داخلی اون کشورها و اتفاقاتی رو رقم زده که مردم ازش بهره مند شدن یا نشدن. مثلا جنگ عراق. شما الان در مورد ونزوئلا هم همینطور هست. اگر که آمریکا داره به سمت ونزوئلا میره، خب مردم ناراضی هستن، هزاران نفر در زندان‌ها هستن، جامعه فاسد، حکومت فاسد هست. همه این مشکلاتی که ما در ایران داریم اونا هم قسمتیشو دارن. ولی آیا حالا ممکن است که مردم ونزوئلا از تغییراتی که صورت میگیره وضع بهتری داشته باشن، ممکن است که نداشته باشن، تغییر نکنه، ولی در نهایت تصمیمی که ترامپ برای گرفتن مادورو داشت ربطی به این موضوع نداشت. مردم هیچ عاملیتی در این تصمیم گیری نداشتن. عاملیت اصلیش منافع ایالات متحده هستش. در شرایط کنونی ما میدونیم که ایالات متحده در طی سالهای گذشته به دلایل مختلف و اشکال مختلف به مقامات ایرانی گفته که مسئله هسته‌ای که خودش بحث پیچیده و فنی و سیاسی متفاوتی است، این مسئله هست در چارچوب امنیت بین‌الملل اونا تحمل نمیتونن بکنن که کشوری بخواد که در مسیری قرار بگیره که با مطمئنی داشته باشه. و شما وقتی که غنیسازی 60% میکنی، یعنی که من دارم میرم به سمت بمب اتم. هیچ اینقدر این بحث ساده‌ای هست در غرب که یعنی قابل عجیب هستش که برخی در ایران هنوز میگن که نه ما خب سلاح اتمی داشته باشیم برای کشاورزی و بهداشت و سلامت و اینجور چیزا. مسئله گروه نیابتی است، مسئله موشک‌ها هست که با توجه به منافعی که در آمریکا در منطقه داره نمیخواد تحمل نمیتونه بکنه. آقا اصلا حرف درستی یا غلطیه؟ زور میگه یا نمیگه؟ میگه من در منطقه نمیتونم زندگی کنم با شما، با این همه منافعی که دارم، با این همه کشتیایی که دارم، پایگاهایی که دارم، به هر حال حضوری که دارم، شما یه موشک داشته باشی که 2000 کیلومتر برد داشته باشه، من نمیتونم تحمل کنم اینو، ببرش به 400 کیلومتر. این کار انجام نمیدی، میام خودم
توانایی از بین میبرم. این بحث آمریکا به این هست. حالا میگم شما بگو ظالمانه است، عادلانه نیست، میبرمش دادگاه بین‌المللی، این کارا میتونه بکنی. آمریکا هستش الان. کشورهای اروپایی هم با این مسئله مواجه هستن، کانادا هم با این مسئله مواجه است، سر درگیریایی که لحظه اقتصادی چیزی دارن هم دیگه. کشورهای آمریکای لاتین هم با آقای ترامپ سر مسائل مختلفی برای درگیری هستن. شما میتونی به چالش بکشی یا که مسیر پیدا کنی برای اینکه مسئله رو حل بکنی. در حال حاضر ما در این شرایطی هستیم که ایالات متحده نیروهای نظامی کافی رو در منطقه جمع‌آوری کرده که حمله نظامی انجام بده و این حمله که میخواد انجام بشه اهدافش ممکن استش که با اون چیزی که مردم میخوان متفاوت باشه، که قطعا متفاوت هست. این که تصور کنیم که یک حمله نظامی انجام خواهد شد و چون که میزنه جمهوری اسلامی رو نابود میکنه، که احتمالا میکنه یا نمیکنه، این باعث خواهد شد که ما از این استفاده کنیم که برسیم به یک حکومت انتقالی و بعدش به یک حکومت دموکراتیک برسیم، شامل اما و اگرهای بسیار زیادی هست که بعد همش درست در بیاد. چون این عامل اصلی که داره این کار انجام میده، حمله رو انجام میده، به خاطر مردم ایران این کار انجام نمیده و برنامه خودش رو تنظیم نمیکنه با مردم ایران. بنابراین اون کسایی که دیگه الان از سر ناچاری و این که دیگه به هر حال مکانیزم دیگه وجود نداره و راه دیگه وجود نداره این بحث مطرح میکنن، میگن که آمریکا بیاد بزنه حمله بکنه، امیدوار هستن که همه اون اما اگرها درست در بیاد و همه اون چیزایی که بهش فکر نکردیم هم به خوبی پیش بره و ایالات متحده در واقع هم مسیر باشه با اونها از نظر سیاسی، که نیتش این باشه که حمله رو انجام میده که حکومت ایران از بین بره، که حکومت جدیدی بیاد که حکومت دموکراتیک باشه. آیا دولت آمریکا مایل هست که چنین کاری رو بکنه؟ ما در طی ماه‌های گذشته حداقل از آقای ترامپ دیدیم که دوست داره که بردهای تمیزی داشته باشه. آقای ترامپ میره مادورو رو میگیره و میاره، تموم میشه، برایش برد سیاسی هست، در داخل کشور تبلیغش میکنه. آقای ترامپ در دوره اولش قاسم سلیمانی رو زد، کشت، تموم شد. یا گروه البغدادی رو زد، کشت، تموم شد و تلفات نیروی انسانی نداشت ایالات متحده. بنابراین به بردهای تمیز یا کلین کات در واقع اعتقاد داره و ما میدونیم که با توجه به شرایطی در داخل کشور داره، شما بهش اشاره کردین، در شرایطی نیستش که، در موقعیتی نیستش که بخواد که ریسک حرکتی رو بکنه که ممکن استش که برای ایالات متحده تلفات داشته باشه. همونطور که شما اشاره کردید الان در آمریکا ما بحران‌های بسیار جدی داریم در شهرهای مختلف به خاطر نیروهای مهاجرتی که میرن در شهرهای مختلف، مثلا میرن مینسوتا که شما گفتین، در ایالت مینسوتا و 2 نفر آمریکایی که کشته شدن. تظاهراتی در چند هفته گذشته در هوای زیر 0 درجه سانتیگراد در واقع ادامه داشته. در چنین شرایطی که با انتخابات میان دوره‌ای در چند ماه دیگه در ماه اکتبر آقای ترامپ مواجه هست، از نظر اقتصادی به خاطر تعرفه‌هایی که گذاشته، بالا پایین شدن مسائل مختلف، مسئله خروج مهاجرین ها، ما می‌بینیم که از نظر رشد اقتصادی از جای بسیار خوبی قرار نداره و این تاثیرش رو روی رأی مردم نشون خواهد داد و عوامل دیگه، بحران با اروپا، بحران با کانادا، بحران با مکزیک، با جای دیگه. حالا بخواد بیاد برای مردم ایران آزادی بخواد بیاره یا بخواد که مثلا کاری بکنه که مثلا اولین بهره برندش مردم ایران باشن، خب این نه اینکه آقای ترامپ هم این حرف رو نمیزنه هیچ وقت، اونم خیلی واقع بین هست نسبت به اون چیزی که میخواد و نمیخواد، ولی اگه کسایی بخواد که اینو اینجوری به مردم ایران غالب بکنن یا اینجوری بهشون بفروشن، به نظر من خب صادقانه نیست. آمریکا منافعی در ایران داره، برای اون منافع قطعا با جمهوری اسلامی درگیر خواهد شد، چه اونها رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا اونها رو در یک حمله نظامی اون چیزی که خواهد رسید. اینکه مردم ایران از این حمله نظامی بهره ببرن یا نبرن یک بحث دیگه ای هست، درش اما اگرهای زیادی هست. من میفهمم مردم ایران رو میفهمم، کسانی که این گزینه رو انتخاب میکنن، مردم ایران منظورم که کسی گزینه رو انتخاب کنن، میفهمم که اینقدر شرایط دهشتناک هست به هیچ چیزی دیگه نمیتونن فکر کنن که الان شرایطی ما الان هستیم چه چیزی بهتر باشه، چه چیزی میتونه بهترش بکنه شرایط رو. ولی برای کسایی که دارن این کارا رو یعنی میدونن که به هر حال ویژگی‌های چنین اقداماتی چی هست، به نظر من حداقل در این مرحله میتونن که صادقانه با مردم صحبت کنن در خصوص احتمالاتی که وجود داره، چه خوب چه بد. این حداقل کاری هست که ما میتونیم با مردم بکنیم، صادقانه بهشون بگیم که با چه شرایطی مواجه هستیم. انتظاراتمون هم از آقای ترامپ و اقدام نظامی که انجام خواهد داد واقع بینانه کنیم که اگر زد و اتفاقاتی دیگه افتاد، به شکل دیگه افتاد، افراد ناامید نشن. ما حکومت جمهوری اسلامی به نظر من جونش به شمارش افتاده ماهای آخر، شاید مثلا، یعنی دیگه واقعا با این سطح از مشروعیت پایین واقعا ادامه دادن حکومت جمهوری اسلامی عملا امکان پذیر نیست
بنابراین این مسئله در نظر گرفتش که نسبت به اون چیزی که واقعیت داره واقع بین باشیم و این امید رو در مردم ایران زنده نگه داریم که این حکومت رو با همین جور استادیکی دارن میتونن که در واقع حالا هر حمله نظامی بشه نشه و هر اتفاقی بیفته. من از چند نفر پرسیدم در ایران که مثلا بگه خب اگه حمله نظامی نشه چی بشه، چی میشه؟ جوابی که از همشون گرفتم این بود: چه حمله نظامی در ایران بشه چه نشه، اینو چند نفر در ایران به من گفتن، ما دیگه با اون شرایط قبل از اعتراضات اخیر بر نمیگردیم. چه حمله بشه چه نشه، ما دیگه بر نمیگردیم به این قبل از این کشتار و حکومت کارش تمومه، ما نمیتونیم باش زندگی بکنیم، چه آقای ترامپ کمک بکنه چه نکنه. بنابراین ما در چنین شرایطی در ایران هستیم، ما کاری نکنیم که این شرایط عوض بشه و جمهوری اسلامی که الان روی پل هست بتونه که چرخ بزنه و بلند بشه. و بنابراین از این جهت بذارم صادقانه بودم با مردم در خصوص تبعات هر گزینه‌ای میتونه که خیلی کمک کننده باشه. امید، من دیدم تو اون یادداشتت هم خیلی امیدوار نبودی به نتیجه احتمالی این حمله، که شاید اون آخرین جمله هاشه که میگی اون در خوشبینانه ترین تصور از حمله آمریکا به ایران هم ممکنه اهدافی که ایرانی ها آرزوی اونو دارن بهش نرسه. بنابراین خود این حمله رو میدونم که تو خیلی بهش دل نبستی، امیدوار نیستی. من میخوام آخرین بحثمون رو بکنم دیگه، بیشتر از این مزاحمت نباشم. اون چیزی که من خیلی نگرانم میکنه الان تو این شرایط بحرانی این هست که بعضی‌ها رو میبینم که به محض اینکه شرایط بحرانی میشه برمیگردن انگار به همون تنظیمات پیشین و خیلی سریع از کشتار، از تسویه حساب صحبت میکنن. یکی رو دیدم که نوشته بود که برای اینکه ایران درست بشه ما به یک جراحی بزرگ نیاز داریم و نسل اینا باید منقرض بشه. اون یکی گفته بود توی مصاحبه دیدم، گفته که نمیدونم گورستان ها با نام اینها پر خواهد شد. یکی دیگه گفته اگر بخوایم ایران آزاد بشه نمیدونم 10,000 نفر از اینا باید کشته بشن و اینها. و من میفهمم که تو این عصبانیت و تو این قتل عامی که شده یه عده عصبانی باشن. من برام چیزی که عجیب هست اون سخنگویان پرنام نشان هستن که اینجور حرف میزنن. این که مثلا این مردم عصبانی هستن و این حرف ها رو بزنن رو من کاملا میفهمم، اما جریانی که قرار هست جامعه رو هدایت کنه یا مثلا جریان روشنفکری هست قرار است سخنگوی جامعه باشه، من فکر میکنم اتفاقا تو این شرایط هست که باید سعی کنه انسانی حرف بزنه. وگرنه تو شرایط عادی باز من به همون بحث گفتگو برمیگردم. اگر گفتگو جایی که همه با هم موافقیم چه گفتگویی؟ خب همه موافقیم دیگه، گفتگو باید جایی اتفاق بیفته و امکان گفتگو وقتی میگم منظورم امکان گفتگوه، وقتی باید ما به اون امکان گفتگو و گفتگو تن بدیم که اختلاف نظر داریم دیگه. وگرنه اگه همه موافقیم که خب دیگه چه گفتگویی؟ اینم در واقع همون هست. وقتی که ما در شرایط بحرانی و مرزی هستیم باید پایبند به اصولی باشیم. و اگر الان که اتفاقا شرایط بحرانی هست تهدید به کشتار و قتل و جراحی بزرگ و از این حرفا میکنیم، خب مگر انتقاد نمی کردیم و نمی کردین به سال 57 به انتقام گیری ها، به اعدام ها؟ خب اونا هم تو همون شرایط مرزی اون تصمیم ها رو گرفتن دیگه. عصبانی بودن، از پیروزی مستشون کرده بود و میخواستن انتقام بگیرن دیگه، همون کار کرده بودن. بنابراین اگر قرار هست که همون مسیر طی بشه و اگر کمترین عبرتی و آموزشی از تاریخ قرار نیست بگیریم، من اون وقت اینایی که نگران آینده هستن خب آیا حق ندارن؟ این نگاه، همین چیزی که گفتی، حالا من واقعا در حد فحاشی و
حرفای زشت و اینها که خیلی برام واقعا مهم نیست. البته معنی داره ها، نمیگم معنی نداره، معنی داره قطعا، ولی در حد مثلا آزادی بیان افراده. ولی اینکه کسی میاد و تهدید میکنه به قتل عام، به پر کردن گورستان ها، به جراحی بزرگ، اینها دیگه آینده خیلی درخشانی رو نشون نمیده. کاملا همینطور هست. همونطور که در مورد صحبت کردیم، این خیلی مهم هست که ما چه آینده‌ای رو در مورد ایران نوید میدیم به مردم داخل کشور. این جامعه‌ای که قرار است در آینده ایران درست بشه چه مختصاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره، به چه ارزش‌های پایبند هست، در چه مسیری حرکت میکنه، چقدر با جمهوری اسلامی فاصله داره. خب جمهوری اسلامی خاوران داره، جمهوری اسلامی اعدام کرده، شکنجه میکنه، از درخت آویزون کرده، با جره ثقیل مردم تو خیابون چرخونده. جمهوری اسلامی هر کاری شما بگین کرده. شما وقتی در یکی از تظاهرات‌های خارج از کشور اون تناب اعدام رو در تجمعات میارن، شما چه چیزی میخوای به مردم ایران بدی؟ چه چیزی جدید داره که با جمهوری اسلامی فاصله داره؟ تجدید زبان جمهوری اسلامی در ادبیات، در شبکه‌های اجتماعی، در سخن بین سیاستمداران، فعالان اجتماعی، استمرار بخشیدن به اون نوع گفتمان‌هایی که اونا داشتن، این مردم رو ناامید میکنه، در خصوص اینکه آینده‌ای که من قراره براش مبارزه بکنم، براش جون بدم، بچه‌م جون بده، این آینده استمرار همین حکومت هست، ادامه گفتمانی همین حکومت هست. ما اگر گفتگو داشته باشیم، افراد میتونن سر یک اصول مشخص به توافق برسن، سر یک زبان به توافق برسن، سر این که ما از اعدام صحبت نمی‌کنیم به توافق برسن، سر این که ما از عدالت انتقالی صحبت می‌کنیم، پاسخگویی صحبت می‌کنیم، مستندسازی صحبت می‌کنیم، دادگاهی کردن صحبت می‌کنیم، سر این توافق برسن که هوادارانشون یا کسانی که نه تا هوادارانشون، کسانی که نفوذ می‌کنن در این تظاهرات‌ها، که خلط بکنن، که فضا رو به قول خودشون رادیکال تر بکنن، ولی از مسیر خارج کنن، به پرتگاه ببرن، اونها رو شما میتونید کاملا شناسایی کنی و کنار بذاری. شما وقتی که یک مجموعه اصول مدونی نداری، روش توافق نرسیدین، سری مسئله گفتگو نشده بین گروه‌های مختلف، خب نمیتونی که اعمال هم بکنی. شما الان تظاهرات می‌ذارین، هر گروهی که هست تظاهرات می‌ذارین، هر کسی میده اشاره میده و هر کسی که صداش بلندتره، حرفی که میزنه رادیکال‌تر از نظر یعنی حرمت شکنانه تر هست، به نظر میاد که عصبانیتی بیشتری داره و احتمالاً موقع‌ترم هست. نه خیر، اون حرفی که شما میزنی دقیقاً همون حرف جمهوری اسلامی هست و این حرف بسیار مضر هست برای یک آینده دموکراتیک ایران. خب اینو بعد یک رهبر سیاسی، رهبر گروه سیاسی هر جا که هست، اروپا هست، آمریکا هست، داخل ایران هست، بهش واکنش نشون بده. و میگم ما تصویر خوبی رو حداقل در طی روزهای گذشته در برخی از این اتفاقات، ما رویدادهایی که در حمایت از مردم ایران هست ندیدیم و امیدوارم که اینا به هر حال هشدارهایی باشه که در چنین زمانی که پنجره طلایی وجود داره برای تغییر بزرگ در ایران، متوجه باشن که اینها ادامه همون ساحت گفتمانی جمهوری اسلامی هست که تولید شده و باید که یک جای قطع بشه. ما اگر میخوایم با آینده‌ای امید ببندیم که متفاوت هست از اون تجربه‌ای که با جمهوری اسلامی داشتیم، با زیست جمهوری اسلامی، ایدئولوژیش، گفتمانی که داشته متفاوت هست، ما باید اونا رو از خودمون بشوریم، بذاریم کنار و با توجه به تجربه‌ای که ما در خارج از ایران داشتیم، من تجربه در خارج از ایران صحبت می‌کنم، با توجه به کسانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنن، در اروپا، در آمریکا، در استرالیا، در نیوزلند، جای دیگه که واقعا این فرصت رو داشتن که بدونن که چه چیزی کمک میکنه به یک جامعه‌ای که به هر حال میتونه دموکراتیک هست، ارزش‌های انسانی درش وجود داره، گفتگو وجود داره و به هر حال احترام به شأن و منزلت انسانی وجود داره، چجوری باید رفتار کرد. نمیشه که شما در طول روز مثلا بین همکاراتون در آمریکا و اروپا جای دیگه مثلا یک رفتار نشون بدین، وقتی به تظاهرات ایران میرسه یا فحش خواهر مادر بدین. نمیشه. مردم ما شایسته بیشتری هستن از اینکه فحش خواهر مادر بشنون تو این تظاهرات ها. مردم ما شایسته بیشتری هستن که رفتارهایی رو ببینن که متناسب نیست با اون آینده‌ای که برای ایران برای خودشون متصور میشن. مردم ما شایسته این هستن که ببینن که اون کسانی که در خیابون‌های خارج از ایران میان تظاهرات میکنن، اون کسانی که نوید رهبریشون رو میدن، کسانی که براشون نسخه میپیچن، اون افراد فاصله گفتمانیشون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاد هست و تشویق بشن و تهییج بشن
به اشک از چشمانشون جمع بنده برای رسیدن به اون آینده‌ای که اونا میبینن و اون تصویری که ما براشون اینجا میسازیم یا کسانی که اینجا هستن براشون میسازن. اگر ما این کارو نتونیم بکنیم، خب نتونستیم که از تمام نیروهامون استفاده کنیم برای گذاشتن فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی. چون با این کار هست، با درست کردن این آینه ذهنی هست برای مردم ایران، با ایجاد این تصویر از یک تفاوت شگرف بین اون چیزی که الان هست و چیزی که خواهد بود هست که ما میتونیم که مردم رو به هر حال نگه داریم در صحنه و اونا رو تشویق کنیم که به هر حال این مبارزه قطعا به نتیجه خواهد رسید. امیدشون رو زنده نگه داریم. ولی وقتی که شما توی یک تجمعی اعدام میخوایم کنین افراد، برای افراد لیست اعدام درست میکنین، خب چرا باید از مردم توقع داشته باشیم که برای چنین حرکت‌هایی در خارج از کشور اعتبار قائل بشن؟ چرا؟ و تأسف‌بار است، چون ظرفیت خارج از کشور به مراتب بسیار بیشتر از اون چیزی که هست که الان داره ازش استفاده میشه، که همه دارن به هم حمله میکنن، همه دارن انتقام کشی میکنن، از انتقام صحبت میکنن، از تمام روش‌هایی که ماها تمامون خیلی از همین کسایی که دارن، یعنی ما توی فضا میبینیم، از این روش‌ها صدمه خوردن، زندگیشون زیر و رو شده، ولی باز به این مسیر حرکت در این مسیر حرکت میکنن. و من شخصا نگاهم این هستش که چنین حرکت‌های انحرافی هست، ما رو از مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی دور نگه می‌داره، ما رو از این که مردممون رو امیدوار کنیم که آینده متفاوت خواهد بود دور نگه می‌داره، ما رو از خیلی چیزا دور نگه می‌داره و به حکومت جمهوری اسلامی کمک می‌کنه. برای همین من میگم خیلی از حرکتایی که انجام میشه یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم حرکت‌های انحرافی هستن برای منحرف کردن حرکت‌های اصیلی که در خارج از کشور وجود داره. و افراد میاد حرفی میزنن، مردم عصبانی هستن، فکر میکنن که اگر که در مسیر این جور طرز تفکرات عصبانیتشون رو خالی کنن برای مردم ایران بهتره. من اینجا به شما میگم که ما میدونیم که بهتر نیست، ما کمکی نمیکنیم. اگر شما همراه میشی با این فحش، با این حسب، با این توهین، با این گفتمان غیر کرامت انسانی، با اعدام افراد، با لیست درست کردن، میام دم خونه‌تون، میام میکشیم بیرون، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، شما داری از اون آینده‌ای که مردم ایران میخوان داشته باشن اونا رو فاصله میدی و اونا رو میترسونی. این کارو نکنی. به نظر این حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که صدمه نرسونیم. ما در خارج از کشور ایران برای مردم ایران حداقل کاری که میتونیم بکنیم این هستش که صدمه نزنیم. اینو برای همه میگم، برای کسایی که در هر ظرفیتی که هستن، چه اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی هستن، چه روزنامه‌نگارن، چه من خودم فکر می‌کنم که همیشه خیلی کار سختی است که من حرفی رو بزنم که نتونم پاش وایسم و به هر حال یک حرفی رو بزنم که حرکتی رو ایجاد بکنه و اون حرکت تبعات داشته باشه و من در واقع در گفتن اون چیزی که به هر حال مطرح کردم خطا کرده باشه. ولی مسئولیت پذیری داره. این به نظر من حالا بحث‌های زیادی هست، من دیگه فکر کنم که خیلی در موردش صحبت کردیم، ولی در مجموع فکر کنم که ما برگردیم به حرف شما که ما واقعا الان در این شرط هستیم که الان دیدم که چند تا از فعالای سیاسی و آدمای بسیار ریش سفید این حوزه هم اشاره کردن که ما واقعا باید بشیم گفتگو کنیم، همفکری کنیم، اجماع کنیم، ائتلاف بسازیم. الان فرصتش هست و در واقع زبانمون رو اصلاح کنیم، زبانمون رو متناسب بکنیم با اون چیزی که در آینده می‌خوایم. ما نمیتونیم بگیم آینده ایران دموکراسی، آینده ایران مثل سوئیس و فنلاند و نمیدونم سوئد و اینا هست، بعد مثلا چوب اعدام ببریم توی تظاهراتمون. اصلا واقعا خب نمیخونه اصلا. اون کسی که در اون تظاهرات هستن بعد به اون آدمی که این کارو میکنه بگن که بکش پایین، شما این کارو نمیتونی بکنی، این با ارزش‌های ما سازگار نیست. ولی خب ما می‌بینیم که همچنان اتفاقا میفته. خب امید، واقعا ممنون از لطفت، خسته نباشی.